دوستا، یک گدای در راه گدایی میکده و از قضا یک سلطان سر میخوره و او از او یک سکه میخواه، یک سکه. و سلطان بر از یک کیسه طلا میده و این گدا را گریه میگیرم، دیگه من از تو یک سکه خواستم و تو بر من یک کیسه طلا دادی، 100 دینار به من دادی. سلطان بهش میگه تو به اندازه خود خواستی و من به اندازه خود به تو دادم. و حالا بس به این برمیگرده که کسی به شما بدی میکنه او موقع توانش از بدی در ذاتش است و اگر شما خوبی میکنین او خوبی در ذات شما است. و دنبال بالاخره اگه کسی گدایی خودم میکنه و شما خوبی خودتان میکنی و خوب به خودتان نمیداره، اگه شما سلطان بودن خود نشان بدین، بز دارین دیگر گدایی خود نشان بدین یا بدی خود، شما به اندازه خود